و خبری نوبتی ما درباره آن است که بعضا شرح و تفسیری که در شبکه‌های اجتماعی نوشته می شود میتواند در پی مجازات داشته باشد. روز 17 ایول پلیس مسکو در یک مرافعه کوتاه قضیه تهدید مهاجر توجیک به جان سرگئی پاناماریوف خبرنگاری نشریه کامسомольская правда را بررسی کرد. عزت‌الله مخصومов ساکن 23 ساله ناحیه فرخور به آن متهم میشد که یک سال پیش بعد از نشر مقاله‌های تند این خبرنگار درباره تاجیکستان او را از طریق اینترنت تهدید کشتن کرده است. ما تصمیم گرفتیم که او از ما بخشش میپرسد و بنابر همدیگر فهمی جانبها این پرونده قطع شد. برای همین مقصد ما روز دوشنبه با او در ریاست تفتیشات پلیس مسکو واخوردیم. وی از ما بخشش پرسید. با نظر داشت اینکه وی یگانه نان آوری خانه است و دخترچه 1.5 سالش را سرابانی میکند، ما تصمیم گرفتیم این پرونده او را تا به دادگاه نکشانیم. ماه ایولی سال گذشته این خبرنگاری روس بعد سفر کوتاه به تاجیکستان سفرنامه‌ای به گفته خواننده ها پر از تمسخر و توهین را نشر کرد که موج ناراحتی را در داخل تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. پلیس مسکو حتی برای مکاتبه های تهدیدآمیز به جان این خبرنگار پرونده جنایی باز کرد.